امامعلی رحمانوف با ولادیمیر پوتین چه ها گفت؟ چرا یک صحبت 7 دقیقگی پرزیدنت تاجیکستان یک آشوب، یک جنجال برخاست و امروز این سخنگوی رحمانوف در کشورهای گوناگون به زبان گوناگون پخش می شود. گروه امامعلی رحمان را قهرمان می حسابند. گروه می گویند که این گفته های امامعلی رحمانوف این مناسبتی یک اظهاری ناراضگی یک غلام به خواجهش است. در اصل در آستانه چی شد و چی گذشت؟ اینجا برلین و من دادرجان عطااللهیف. چند روز پیش در شهر آستانه پایتخت قزاقستان یک جلسه گذشت که نام شرطیش روسیه و کشورهای آسیای مرکزی بود. اصلا چنین نشست ها آرام میگذشتند و حتی یگان بحث و مناظره هم شد. این همه از نظر خبرنگاران پنهان میماندند. این دفعه یک جنجالی که اساسش را پرزیدنت تاجیکستان گذاشت آنچنان گفتم جهانی شد. این سخنگوی رحمانوف را با سخنگوی های سیاستمداران دیگر مقایسه کرد. مثلا فیدل کاسترو رهبری کوبا در یک جلسه سازمان ملل متحد آن 4 ساعت و 29 دقیقه به ایست گپ زده بود. یا پرزیدنت ونزوئلا وقتی که او هم در آن برآمد کرده بود، پرزیدنت امریکا همون وقت جورج بوش کوچک پرزیدنت امریکا بود، اون تحقیر کرده بود و گفته بود که این ابلیس است و می گفت همین ابلیس دیگه در همین تالار بود و حالا هم بوی بدی این ابلیس، این شیطان از تالار نرفته است. یا همون حادثه سابق کاتب گنرالی کپیسیس رهبری SSR نیکیتا خروشوف رو به یاد بریم که گویا با پتینکش یا توفلیش با چی میزد؟ با میز میزد تا صحبت کسی را برد. درباره قضیه ها درباره توفلی یا پتینکه خروشوف گوناگون هستند، اما باز میگردیم ما به رحمانوف. بله، مقایسه امامعلی رحمان با چنین شخصیت ها شاید اونقدر منطقی هم نیست، اما در محدوده SSR صحبت امامعلی رحمانوف را نمیتوان با صحبت های این سیاستمداران سطح جهانی مقایسه کرد، ولی در محدوده در محدوده اسنگی، در محدوده کشورهای سابق شوروی واقعا یک پدیده بود و برای همین این سخنگویی را زیاده از 3 میلیون آدمان در گوشه‌های گوناگون دنیا تماشا کردند. به زبان‌های انگلیسی، به زبان روسی، به زبان‌های دیگر ترجمه شد. حالا می‌بینیم که امامعلی رحمانوف چی گفت. امامعلی رحمان سخنرانیش را از مراجعت از یک رجوع به ولادیمیر پوتین سر کرد. محترم ولادیمیر ولادیمیرویچ، ما جمع می‌شویم، اما از همه جمع شدن‌های ما، مجلس‌های ما سودی نیست. امروز میگویند امریکا پیروز کشورهای آسیای مرکزی، پاکستان پیروز کشورهای آسیای مرکزی، فلان و فلان. اصلا از همه این نشست‌ها یگان سودی نیست. و تالار هم چی شده بود؟ تالار هم همه پرزیدنت ها گوش و هوش شده بودند که اولین بار امامعلی رحمان بدون کاغذ حرف میزد، یعنی درد دلی خودش را میگفت. اما گفتن که این اکسپرون بود، این یعنی غیر انتظار بود. نه، من باور دارم که این سخنرانی با مشاوران رحمانوف، با شخصانی که به رحمانوف نزدیک هستند، حتی شاید ریپیتیس شده باشد، یعنی مشق کرده باشند که رحمانوف باید چی گوید و چگونه گوید. مسئله دیگری که حتما یک روز باید جواب انیقش را مردم میشنیدند، این مسئله مهاجران بود. یادتون باشد سال گذشته هم بین پوتین و بین رحمان
یک مشکل پیش آمده بود. پوتین مقداری مهاجران تاجیکستانی در روسیه را 2 میلیون نامیده بود در یک جلسه، اما امام علی رحمان 600,000 نامیده بود. و این روز هم و در این واخوری جنجال برانگیز هم رحمان با همین گپ گفت، یعنی روی راست پوتین گفت که تو دروغ میگویی. رحمان چنین گفت در روسیه بله 2 میلیون شهروندان تاجیکستان هستند، ولی 1,400,000 آنها برای طبابت میروند، برای خوندن میروند، یا که روسیه رو همچون کشوری که از آن میتونست به کشورهای دیگر سفر کرد استفاده کرد. این دروغ عجایب بود که فرق گفته رحمان و گفته پوتین 1,400,000 بود. گله رحمانوف به یک بیزنس فوروم دست داشت که در تاجیکستان گذشته بود و رحمانوف در آنجا گفت که ما میخواستیم که تاجران از روسیه اشتراک کنند، در سطح اقلا وزیرای کشور به تاجیکستان بیاند، اما از وزیران کسی نآمد. ما را اونقدر پس زدن که در همین بیزنس فوروم تنها جانشین های بعضی وزارت ها از روسیه آمدند و خلاص، و رحمان این را برای خود تحقیر شمارید. البته بسیارها میگویند که این یک باز پول طلبی بود، باز دعوت بود که بیایید به ما مبلغ گذاری کنید این و آن. لیکن در کشوری که حکومت در دست یک خانواده است، در کشوری که عدالت سودی نیست، در کشوری که سراسر فساد زده است، یعنی همه اکثر چنونیک ها پارخور و مفتخور و این و آن هستند، و حتی اینترنت سالم هم که در تاجیکستان است، البته نمیتواند که یک تاجر اونجا بیاید مبلغ گذاری کنند. این نه تنها به تاجران روسیه بلکه به تاجران همه کشورهای دیگر دخل دارد. و الفبای تجارت هم همین است. تاجر کجایی می رود که آرامی باشد، ثبات باشد، عدالت باشد و تواند که از مبلغ گذاری خودش از فایده به دست بیارد. مقصد هر یک تاجر همین است، به دست آوردن فایده، به خاطر چشم زیبا، یا که به خاطر اون که ما آراییم، به خاطر اون که ما شریک استراتژی شما هستیم. این چیزا برای تاجرها اصلا دخل ندارد. و امام علی رحمانوف در همین صحبتش چی هم میکرد؟ یک نوع ناز و نوز کرشمه هم میکرد که ما برای شما، برای بعضی حربی شما اجازه دادیم، پلیگان ها در اختیار شما هستند، باز از ما چی میخواهید؟ بازم همین امام علی رحمان بود که چند سال پیش برای به عوض $1 با روسیه شرطنامه بست برای 49 سال که بعضی کلانترین حربی روسیه در تاجیکستان باشد، برای 49 سال و با $1. آن وقت رحمان میتونست که شرط گذارد. آن وقت رحمان میخواست که مثلا یک سودای سیاسی کند، اما نکرد. زیرا در آن روزها برای رحمان بسیار مهم بود که اپوزیسیون تاجیکستان در مسکو نباشد. و یکی از شرطهای همین زدیلکا، همین تجارت، آن بود که داداجان آتاولایوف باید به تاجیکستان سپرده شود. زندگی من در سری مو بود. یک گروه در روسیه میخواستند که بعد امضا شدن این سازشنامه من به رحمان هدیه کنند، و خدا بشکر گروه دیگری که در روسیه هستند و عدل را میشناسند، انصاف را میشناسند، آنها کمک کردند که من به رحمان سپریده نشوم، به حکومت رحمان سپریده نشوم. وگرنه حالا من شاید در یگان زندان تاجیکستان می نشستم. بله، این مخصوصا طرفداران حکومت همچون یک غلبه، همچون یک نماد جسارت و شهامت نشان میدهند. اما اگر ما جدی تحلیل کنیم، این گیله یک غلام، باز تکرار میکنم، گیله یک غلام بر خوجه‌اش بود.
اکنون بعد این سخنرانی که در کرملین این خیلی بد پذیرفتند، واکنش مسکو و شخصا واکنش ولادیمیر پوتین چی خواهد بود؟ تنها همین را میتوانم گویم که پوتین عادت دارد که همه چیز را در خاطرش میگیرد و یک روز حتما از امامعلی رحمانوف قصاص این سخنرانیش را خواهد گرفت. یکی از دوستان من که در دستگاه رئیس جمهوری روسیه کار میکند گفت که این سخنانی که رحمانوف گفت واقعا این یک شپاتی بود، یک نمایش بود. شاید رحمانوف میخواهد که با همین سخنرانیش هم به مردم داخل و هم به خواجگان نوش، اما نگفت که خواجگان نوی رحمانوف کی هستند، یک میسیج، یک پیام بفرستد که من آماده هستم که از شریک استراتژیم روی گردانم، به شرطی که و شرط رحمانوف همیشه یک چیز است: برای ما کمک کنید، برای ما مبلغ گذاری کنید و بهترش برای ما پول صدقه کنید. یکی از ژورنالیستانی که همیشه همراه پرزیدنت روسیه سفر میکند و یکی از دوست داشته های ولادیمیر پوتین هم هست و سوال های از همه مشکل هم میدهد، در صحبت خصوصی به من گفت که برای اینم در آستانه بود، این ژورنالیست هم گفت که برای هیئت ما تماما غیر چشم‌روش بود. اگر این سخنان را امامعلی رحمان در زمان دیگر در مکان دیگر میگفت مشکل نداشت، اما در روزهایی که پای روسیه در پای مسکو در موزه تنگی میکند، در روزهایی که قریب نیم دنیا بیشتری دنیا بر ضد مسکو است و شخصا بر ضد پوتین است، این عملی امامعلی رحمان را ما همچون یک شپاتی قبول میکنیم و رحمان نباید فراموش کند که کدام کشور او را به سر قدرت آورد. رحمان باید فراموش نکند که اگر سربازان روسیه در تاجیکستان نباشند، بعضی حربی روسیه در تاجیکستان نباشد، گرفتن حکومت از دست رحمانوف کار یک ساعت یا 2 ساعت است. و مهم است، اما نقطه ای که برای من واقعا چی بود، اضطراب انگیز بود که طعنه او که اگر مهاجران تاجیکستان در روسیه نباشند، در روسیه به خانواده هاشون پول نفرستند، بعد 2 روز مردم گرسنه، مردم تشنه خودشون قیام میکنند و آنگاه میبینیم که کی به رحمانوف کمک میکند. واقعا این بینفیس رحمانوف، این سخنرانی رحمانوف را بسیار آدمان خوش پذیرفتند، حتی در قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و خودی تاجیکستان هم که ببینید شاه ما بر ضد شاه دیگر گپ زد. اما من شخصا بران هستم که باز یک بار تکرار هم شود، این گیله یک برادر با برادری دیگری بود که در یک حولی زندگی میکنند، بچه هاشون زیاد شد، زندگی مشکل شد و این برادری کوچک از برادری بزرگش شکوه میکند، گیله میکند که همین 30 سال ما برادر هستیم اما تو برای ما کاری نکردیم. خلاصه انتظار میشیم که این جنجالی که واقعا و این سخنگویی جنجالی به کجا میبرد. خدا نکند که نقار علی را مسکو از ولی گیرد و باز هم فشار به بالای مهاجران تاجیک، نوناوران تاجیک باز هم بیشتر و بیشتر گردد. در همین جا به صحبت امروزه خود خاتمه میگذارم. خدا به همراه و تا بخوری در دوشنبه.